دادستانی نقلیات قزاقستان از آشکار شدن ورود غیر قانونی بیش از 200 خارجی به قلمرو این کشور در دوره پاندمی خبر داد. قزاقستان از 13 می ورود خارجیان را به قلمروش منع کرد، با استثناء تنها آنهایی که برای طبابت باید به قزاقستان بیایند. افراد کارچلان همین نقطه را سوء استفاده برده برای ورود صدها نفر به قزاقستان راه گشادند. تحلیل انجام داده دادستانی نقلیات موردهای تشکیل مهاجرت غیر قانونی از طریق دادن اسناد طبی قلبکی به 232 شهروند تاجیکستان درباره گویا طبابت گرفتنشان در مؤسسه های طبی قزاقستان را آشکار کرد. گفته می شود در اطلاعیه دادستانی نقلیات قزاقستان در رابطه با این قضیه بر اساس ماده 394 کودکس جنایتی قزاقستان با اتهام تشکیل مهاجرت غیر قانونی تفتیشات پیشکی شروع شده است. همین طور 232 شهروند تاجیکستان را بر اساس ماده 392 به عبور غیر قانونی مرزهای قزاقستان ایبدار میکنند. با آنها جریمه به مبلغ 1000 نشان دهنده برای حسابهای ماهانه و یا تا 1 سال حکم زندان تهدید میکند. هم در حالت جریمه و هم در حالت صدور حکم این شهروندان را از قلمرو قزاقستان اخراج و برای 5 سال از حق عبور مرزهای این کشور محروم میکنند. در دوره پاندمی کرونا ویروس اکثر کشورها ورود خارجیان را به قلمرو خود محدود و یا برخی حتی مسدود کردند. قزاقستان بعد روسیه دومین کشور بزرگ قبول کننده مهاجران تاجیک به شمار می رود. بنا به حسابها هر سال حدود 100,000 نفر از اهالی قابل کاری تاجیکستان به جستجوی کار به قزاقستان می رفتند. اما امسال هزاران نفر بر سبب کرونا ویروس از امکان رفتن به مردکاری به قزاقستان محروم شدند. همین طور صدها هزار از اهالی قابل کاری تاجیکستان امسال به سبب پاندمی نتوانست به روسیه برود.